یک دوستی نوشتن که برادر یک سوال دارم، آیا آدم فضایی ها وجود دارند یا خیر؟ خب چی بگم، این سوال جیولوژی است، این سوال فضاشناسی است یا سوال شرعی است؟ اما ما از دیدگاه شریعت میایم جواب میدیم. بله، امروز میگن که آدم هایی وجود دارن، موجوداتی وجود دارن، بشقاب پرنده‌ای وجود دارن. در قرن 18 و در قرن 19 و در ناسا عکسشون رو گرفته، در قطب شمال پیدا شدن، در قطب جنوب، در آسمان نیویورک دیده شدن، در لندن دیده شدن، در پاریس دیده شدن. گمانه‌زنی‌های زیادی است در مورد این. بعضیا میگن نه، این بعضی از هواپیماها یا به اصطلاح فضاپیماهایی است که غرب درست کرده، دارن آزمایشش میکنن. بعضیا میگن که نه، واقعا چیزایی هستن که از آسمان میان، مثلا در فلان فرودگاه آمده بودن، همه رادارها و دستگاه الکترونیکی از کار افتاده بود. تو گوگل بگردید در این باره چیزی که بخواید هست. میگن که مرکز اینا در مثلث برمودا، یک منطقه است در اقیانوس اطلس، در اونجا هست، و در اقیانوس هند یا اطلس، نمیدونم دقیقاً. خلاصه گمانه‌زنی‌های زیادی در این مورد وجود دارد که تا امروز هم جواب قانع کننده‌ای برای انسان‌ها کسی نداده، اما میگن که مخلوقات فضایی وجود دارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره انعام برای ما بیان می‌کند که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون. الله سبحانه و تعالی اسب‌ها رو، قاطر رو، الاغ‌ها رو برای شما آفرید تا که سوارش بشید، که جاش امروز ماشین ها گرفته. و همچنین برای زینت، بعضی اسب‌ها رو به خاطر زینت و به خاطر چیز فخر فروشی نگه می‌دارن. و یخلق ما لا تعلمون، و چیزهایی رو خلق میکنه که شما نمیدونید. بعضی این رو اومدن تعبیر به این کردن که بله، امروز هواپیماست و ماشین است و موتورسیکلت است و فلان است و این هست. و بعضی از علمایی که با علوم عصری هم آشنایی داشتن میگن که الله سبحانه و تعالی مخلوقاتی داره در غیر از زمین، شاید هم در زمین که تا هنوز ما ندیدیم، در کواکب دیگری مخلوقاتی داره که ما نمیدونیم. الله سبحانه و تعالی با صراحت در اینجا بیان میکند که و ما لا تعلمون، و چیزهایی که شما نمیدانید. در سوره انعام میگه که لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، و برای هر خبری یک وقت معینی است و در آینده خواهید فهمید. و در جای دیگه در سوره شورا آیه 29 میفرماید که و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابة و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر. الله سبحانه و تعالی آسمان ها را آفرید، زمین را آفرید، و در این آسمان ها و زمین ها چارپایانی یا زنده جانهایی را آفرید، و او قادر است که همه اینها را چیکار بکنه؟ جمع بکنه. و در سوره نحل آیه 49 الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، برای الله سبحانه و تعالی سجده میکنن آنچه که در زمین است و آنچه که در آسمان هاست. من دابة، از مخلوقات، والملائکه و هم لا یستکبرون، و ملائکه‌ای که به اصطلاح در مقابل الله سبحانه و تعالی تکبر نمی‌ورزند. در این آیه صراحتاً الله سبحانه و تعالی میگه جاندارها که جدا از ملائکه است. یکی اینجا میگه که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابة، از جاندارها، والملائکه، ملائکه رو جدا ذکر میکنه، جاندارها رو جدا ذکر میکنه. پس جاندارهایی هستن که در آسمان ها زندگی میکنن و در زمین زندگی میکنن. انسان ها یکی از این جاندارها هستن. بعضی ها مثلا حتی در مورد اهرام های مصر و بعضی از اجسادی که در اونجا پیدا شده، دی ان ای اونا رو چک کردن، اینا که اینها بشر نیستن و مخلوقاتی هستن، از فضا آمدن. این اهرام‌های که در مصر است مثلا، اینا رو انسان نمیتونه درست بکنه. این سنگ‌هایی رو که بردن در اون قله‌ها گذاشتن، این رو در اون زمان امکانات نبوده، پس این کار انسان نیست، کار مخلوقات دیگر است. به هر صورت چیزهایی است که وجود داره و گمانه‌زنی‌هایی هست، اما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان کرده که بله، در آسمان ها و زمین ها زنده جان های دیگری هم وجود داره. به همین دلیل یعنی این چیز قطعی نیست و در دین انکار نشده این مسئله.